عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیض یادگار دایارویچ را به وظیفه معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جانبداری نمودند. سپس اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جلسه یکم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم سخنرانی نمودند. باید به مهمترین پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، پیشگیری همگونه تهدید و خطرهای زمان معاصر از جمله وبای عصر کرونا ویروس و دیگر سمت‌های حیات جامعه دستور و هدایت‌ها دادند. محترم اعضای مجلس ملی، همه شما را به مناسبت انتخاب و تعیین گردیدنتان به مقام اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده به شما در اجرای صلاحیت پرمسئولیتتان برای کامیابی ها آرزو می نمایم. همچنین رستم امامعلی را به مناسبت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان احمدزاده رجب بای و فیض یادگار به حیث معاون اول و معاون رئیس مجلس ملی انتخاب شدنشان تبریک گفته به آنها نیز برای کار می‌خواهم. پیش از همه من به انتخاب شدن به وظیفه رئیس مجلس ملی رستم امامعلی را بار دیگر تاکید میکنم که مسئولیت بین‌نهایت بلند است، باوری کلان است. شما خیلی جوان هستید. پایتخت مملکت مردم تاجیکستان از شما بسیار باز هم کارهای زیادی را انتظار است. فراموش نکنید که در وقتی رئیس شهر دوشنبه انتخاب شدنتان در کاخ باربد من چی نصیحت و مصیحت ها داده بودم. برای پایتخت را پایتخت کردن همچون سیمای ملت، آینه ملت 10 سالهای دیگر لازم میشه. خیلی زحمت زیادی کشیدن در کار است. بالای این با حیث رئیس مجلس ملی انتخاب شدن مسئولیت شما را صدچند بلند میکنم. هیچگاه فراموش نکنید نصیحت های منم صادقانه و پاک وجدانانه. منفعت ملت، منفعت دولت باید از همه منفعت ها بالا باشه. قوت دارید، قابلیتی پشتوانشگی دارید. و شما من فکر میکنم که خودی اعضایان مجلس ملی نیست برای عملی کردن نقشه مقصدهایی که حکومت و دولت تاجیکستان دارد کمک میرسانند، دستگیری میکنند، همکاری می‌نمایند. این باز میگویم که این بسیار شرفی بزرگ است، باوری بزرگ است. کوشش کردن در کار که سزاوار آن همین باوری پیش از همه مجلس ملی، اعضایان مجلس ملی و مردم تاجیکستان باشه. موفقیت برای کار شد. مجلس ملی همچون مقام عالی نمایندگی و قانونگذار کشور با استفاده از صلاحیت کیسانی خود قانون‌های قبول کرده مجلس نمایندگان را بررسی و جانبداری کرده در راه رشد نظام حقوقی کشور و تحکیم قانونیت سهم نظررس می‌گذارد. اعضای مجلس ملی دعوت نو شخصیت‌های ارزنده صاحب دانش و تجربه کافی و فرهنگ بلندی سیاسی می‌باشند. باور دارم که آنها با سفربر نمودن نیروی ذهنی و دانش و تجربه خود در رشد نظام قانونگذاری، باز هم بهتر نمودن صفت قانونها، تحکیم زمینه‌های حقوقی دولت و جامعه نقش نظررس می‌بازند.
مخصوص میخواهم تاکید نمایم که اعضای مجلس ملی باید با استفاده از وکالت کیسانی خود همچون سوبیکت های تشبث قانونگذاری به تهیه قانون ها دقتی مخصوص ظاهر نمایند. آنها باید قانون های را تهیه و پیشنهاد نمایند که به تحکیم استقلالیت، رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و گسترش مناسبت‌های بازاری از جمله پیشرفت صاحبکاری، بهداشت ساحه‌های معارف و تندرستی، استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه زمین و دیگر بایگری‌های طبیعی، تأمین ولایت قانون، پیشگیری جنایتکاری و بلندبرداشتن سطح زندگی مردم روانه شده باشد. با این مقصد اعضای مجلس ملی باید با دیگر سوبیکت‌های حقوق تشبث قانونگذاری و مقامات تطبیق کننده حقوق، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و متخصصان و کارشناسان همکاری گسترده داشته باشد. قانون‌ها در چنین صورت سنجیده و پخته تهیه و قبول گردیده به جامعه و دولت منفعت بیشتر می‌آورند. قانون‌ها همچنین باید با در نظر داشتیم استراتژی و برنامه‌ها و هدف‌های آینده رشد دولت ملی پیوند ناگسستنی آن با جامعه جهانی و تحکیم زمینه‌های رشد جامعه شهروندی تهیه کرده شد. محترم اعضای مجلس ملی، تطبیق بی‌واسطه معیارهای کیسوسی و قانون‌ها، حفظ اساسهای کیسانی، تمامیت ارضی تاجیکستان، تحکیم پایه‌های استقلالیت دولتی، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان، رشد همه ساحه‌های حیات کشور و بهداشت سطح زندگی مردم محور اساسی سیاست دولت تاجیکستان همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی میباشد. در نتیجه عملی گردانیدن این سیاست سازنده ما توانستیم با استفاده از امکانات‌های موجوده چندین کنسپسیا و استراتژی و برنامه‌های دولتی را تهیه و راه‌اندازی نماییم و با این راه اقتصادیات کشور را از تأثیر بحران مالیوی جهانی و دیگر ظهورات نامطلوب داخلی و خارجی امین داریم. با تطبیق این سیاست ما دولت و جامعه را به سمت رشد استوار و با نظام روانه ساخته به دستاوردهای نظررس سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نائل گردیدیم. من اندیشه‌های خود را وابسته به دستاوردهای سالهای صاحب استقلالی و راه‌های پیشرفت آینده کشور در پیام با مجلس عالی ایثار نموده برای رسیدن به هدف‌های سازنده در نزد همه شاخه‌های حاکمیت دولتی از جمله حکومت مملکت، وزارت و اداره‌ها، مقامات محلی حاکمیت دولتی و رهبران تشکیلات و اداره‌ها وظیفه‌های مشخص گذاشتند. در برابر این برای باز هم افزون نمودن دستاوردها و نائل شدن به هدفهای عالی ملی و دولتی در برابر تدبیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هرچی بیشتر تحکیم و تقویت دادن زمینه‌های قانونگذاری عامل مهم به شمار می‌رود. زیرا قانون واسطه تنظیم کننده مناسبت‌های جمعیتی از جمله مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میباشد. از این راه اعضای مجلس ملی را ضرور است که هنگام قبول قرارها با تهیه و جانبداری کردن قانونها زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ثمرناکی آنها را در رشد شهر و ناحیه‌ها، شهرک و دهات و بهداشت زندگی مردم همه طرفه آموزند و در این روند ضرورت، اهمیت و ثبت و صفت عملی شوی آنها را نیز از مد نظر دور نسازند.
همچنین خاطرشان می‌سازم که هر یکی شما راهبری این یا ساختار و مقامات دولتی یعنی خدمتچی دولتی میباشید. از این لحاظ شما باید پیش از همه وظیفه‌های خدمتی خود را در سطح بلند اجرا کرده به دولت و خلق تاجیکستان صادقانه خدمت نمایید. اگر در مملکت بیش از 18,000 خدمتچی دولتی باشد، در اینجا از شماره عمومی 31 نفر قریب 80% خدمتچیان دولتی به شمار می‌روید. و ببینید از 18,000 نفر چند نفر را که با اعضای مجلس ملی باوری کرده انتخاب کردند. یعنی مسئولیت شما در نزد جامعه و خلق تاجیکستان دهچند و صدچند بلند است. شما باید از همه لحاظ نمونه عبرت دیگران باید باشید. امروز جامعه جهانی در حالت بسیار پیچیده و ناگوار و دشوار و خطرناک قرار دارد. مشکلات گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های وزنین آن، جنگ و نزاع‌های قومی و مذهبی و عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی در مناطق‌های مختلف سیاره تا را بیشتر دامن گسترده به امنیت و آرامی و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها خطر ایجاد می‌کنند. ادامه پیدا کردن چنین وضعیت می‌تواند به اهل بشر و خصوص برای کشورهای رو به انکشاف پیامدهای ناخوش جدی به بار آورد. من اندیشه‌های خود را دایر به این مشکلات منطقه و جهان بارها از جمله از منبرهای بلند جهانی و چهاربینی‌های سطحی گوناگون بیان کردم و جامعه جهانی را به کوشش‌های دست جمعانه برای ایستادگی در روبروی این خطرهای انسانی دعوت نمودم. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی، با استفاده از فرصت ضرور می‌شمارم که توجه شما و کل ساکنان کشور را به یک مسئله بسیار هم مهم روز جلب نمایم. پیدا شدن و با سرعت پناه گردیدن وبای کرونا ویروس وضع به این هم مرکب جهان را باز هم مرکب و پیچیده گردانیده است. این بیماری به کشورهای خرد و بزرگ عالم و حتی دولت‌های از لحاظ تکنیکی و تکنولوژی پیشرفته زیان سخت جانی و مالی رسانیده امروزها باعث نگرانی جدی جامعه جهانی گردیده است. وضعیت به درجه نگران کننده است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در همه 50 شتات کشور خود یعنی تمام قلمروی مملکت نظام فاجعه یا بدبختی بزرگ اعلام کرد. این از خرسندی نیست. تاریخ امریکا این چنین واقعه را یاد ندارد. حکومت کشور از آغاز سرزدن این وبا تمامی تدبیرهای پیشگیری کننده را اندیشید تا که آن در کشور ما پهن نگردد و به مردم ما سرایت نکند. با استفاده از تمام ذخیره و امکانیت‌ها ما به مسئله حفظ سلامتی مردم خود اعتبار اولین درجه می‌دهیم. مثلا در دایره نقشه کارهای سازندگی به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی طی سالهای 2018-2019 و 3 ماهه اول سال جاری 253 مؤسسه نوی تندرستی بنیاد و 466 مؤسسه تعمیر و تجدید گردیده. علاوه بر این تا جشن بزرگ ملی امان بنیاد باز 163 مؤسسه تندرستی و تعمیر و از نوسازی 125 مؤسسه به انجام رسانیده میشد. ضرور است که انشاءات ذکر شده به خاطر پیشگیری کردن همه گونه بیماری ها در نوبت اول بیماری های سرایتی و حمایه هرچه بهتری تندرستی اهالی کشور ثمرناک
استفاده کرده شد. شما اعضای مجلس ملی و دیگر نهادهای دولتی و غیر حکومتی را ضرور است که در این لحظه‌های بسیار حساس همکاری خود را با حکومت مملکت در سمت بهداشت وضع جامعه و پیشگیری کردن پهن‌شوی این بیماری مستحکم نمایید و در دایره امکانیت‌های خود چاره‌های ضرور اندیشید. مخصوصا اعضای مجلس ملی که راهبری ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و مؤسسه و کارخانه‌ها را به عهده دارند، باید در این سمت تمام امکانات و واسطه‌ها را استفاده نمایند. ما امید داریم که کشورهای جهان در همبستگی بر ضد این وبا ایستادگی میکنند و در راه به اعتدال آوردن وضع بهداشتی و تندرستی اهل بشر کامیاب بگردند. حالا بیماری کرونا ویروس در بیش از 200 دولت دنیا پهن گردیده است. ما نباید از اینکه چنین بیماری در کشور ما وجود ندارد خوشحالی و خرسندی کنیم. ما نباید تماشابین روزهای سختی دیگران باشیم. برعکس ما باید به آن آماده باشیم که چنین آزمایش تقدیر یا لحظه های دشوار می توانند در کشور ما نیز به وجود آید. از این لحاظ ما همچون ملت باستانی و صاحب فرهنگ با مردمان ممالک دنیا خصوصا همسایه های نزدیک خود احساس همدردی داشته باشیم و در دایره امکان با آنها دستگیری و کمک رسانیم. یک نکته بسیار مهم را خاطر نشان می نمایم که اوضاع جامعه جهانی هم با سبب بحران شدید سیاسی و اقتصادی و مالیوی و هم از نگاه امنیتی و بی‌خطری هر یک دولت و شهروندان آن از آغاز هزاره نو و مخصوصا از ابتدای سال 2020 نسبت به دوره جنگ دوم جهان روز به روز وزنین و خطرناکتر گردیده ایستاده است. در چنین شرایط ما باید بیش از هر وقت دیگر سرجم و متحد باشیم. صادقانه و صافدلانه و پاک وجدانانه زحمت کشیم. صداقت و جوانمردی و جانیساری خود را نسبت به وطن، دولت و خلقمان اثبات نماییم. مهر و محبت انسانی را فراموش نسازیم و نسبت به یکدیگر غمخوار و مهربان باشیم. به یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و دیگر شخصان محتاج یارمندی کنیم و باور داشته باشیم که این روزها نیز مثل دوره‌های از این وزنی‌تر حتما می‌گذرند. همچنین مردم ما باید یک مسئله را خوب در نمایند که تاجیکستان کشور اگراری یعنی کشاورزی است و فراوانی محصولات غذایی و دسترخوان پر هر یک عائله از زحمت شبانه روزی همه ساکنان مملکت بخصوص کشاورزان در این روزهای بهاری وابسته می باشد. به یاد بیاریم دوره جنگ دوم جهان را. پدر و بابایان ما و شما در شرایطی که تکنیک کشاورزی وجود نداشت با دست کشت و کار کرده هم عائله خودشان را با نان تأمین می کردند و هم به جبهه جنگ ده ها هزار تانه مواد غذایی می فرستادند. چون که وضعیت همین را طلب میکرد. امروز هم چون این وضعیت به میان آمده است. یعنی ما امروز باید زحمت کشیم، خودمان را
با مواد غذایی تأمین نماییم. تکرارا خاطر نشان می سازم که امروز حتی کشورهای از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی پیشرفته غیر از تلفات جانی و خسارات بزرگ مالیوی یعنی بحران شدید مالیوی و اقتصادی گرفتار شده ایستادند. اکثریت دولت‌های جهان اقتدار و امکانیت‌های اقتصادی و استحصالی ما البته به پایه آنها نیست، چون که ما ذخیره‌های کلان نفت و گاز نداریم. بنابراین ما باید به تعلق نفتیم، به واهمه داده نشویم، برعکس با صبر و تحمل باشیم، فداکارانه و اهلانه کار کنیم، زحمت کشیم، کشت و کار بهاری را سری وقت و با صفت انجام دهیم. زیرا بار دیگر تاکید می سازم که تأمینات هر یک عائله و سطح زندگی و روزگار ساکنان بواسطه از زحمت هر روزه خودمان وابسته است. ما در چنین وضعیت به فریبکاری راه ندهیم. اگر فریب کردیم خودمان را فریب میکنیم. عائله و فرزندانمان و خلق عزیزمان را فریب میدهیم. فراموش نباید کرد که با این دوره مشکل زندگی با آخر نمی رسد. زندگی بعدی ویروس باز ادامه می یابد. ما باید مدنیت زمینداری را به طور قطعی بلند برداریم، یعنی مناسبت خود را نسبت به زمین، آب و دیگر ذخیره های طبیعی کشورمان کلاً تغییر دهیم. به خالی ماندن زمین های کارم راه ندهیم. از هر یک وجب زمین از جمله قطعه های زمین نزد حولگی ثمرناک استفاده کرده از زمین های آبی گرفتن 3 و حتی 4 حاصل یعنی کشت تکراری را وسیع جاری کنیم و هرچی بیشتر محصولات استحصال نماییم. در سالهای بسیار دشوار 90 که به مردم ما گرسنگی تهدید واقعی داشت، با فرمانهای پرزیدنت مملکت اول ماه اکتبر سال 1995 50,000 گکتار و بار دوم ماه دکبر سال 1997 25,000 گکتار زمین به ساکنان کشور تقسیم کرده داده شد. همان زمانی که با ملت و خلق تاجیکستان گرسنگی تهدید میکرد، راه دیگر وجود نداشت. با یک یاردم بشردوستانه شکم مردم را سیر کردن نمی شود. من همین قرار را قبول کردم. وقت نشان داد که همین قرار بسیار سری وقتی بود. این زمین ها که آنها را حالا خلق زمین پرزیدنتی می نامد سبب شدند که مردم تاجیکستان از گرسنگی رهایی یابند. مشاهده و تحلیلات نشان می‌دهد که در بسیار جایها زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی سالهای دراز بیکار میمانند. این نشانه فارغبالی و ناشکری است. افسوس که طبیعت انسانی همین بوده است. زمستان شود ما تابستان را فراموش میکنیم، تابستان شود ما زمستان را فراموش میکنیم که در پیش بعدی چند ماه زمستان فرا میرسد. یعنی آن روزهای سخت و سنگین را الکی بسیار مردم ما فراموش کرده است. حالا که از چنین زمین ها برای تامین نمودن عائله خود کارتاشکا و دیگر نوع زراعت ها یعنی سبزیجات های گوناگون محصولات غذایی گرفتن ممکن است.
در این روند بسیار ضرور است که با مسئله کارکردی محصولات کشاورزی توسط بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نو صورت بخشیدن بر رشد صنعت سبک و خوراکواری، تأسیس گرمخانه و سردخانه‌ها برای استحصال و ذخیره میوه و سبزیجات اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. امروز در منطقه جنوب کشور یعنی ولایت ختلان سبزیجات بروقتی از جمله پیاز پخته رسیده است. حالا در ولایت ختلان بیش از 600,000 تانه سبزیجات بروقتی از آن جمله پیاز پخته رسیده است. اینا مواد غذایی شده. ما باید به کشاورزان در جمع‌آوری حاصل تأمین بازار استعمالی پیش از همه بازار داخلی با سبزیجات از لحاظ اکولوژی تازه و صادرات آن کمک رسانیم. در اجرای این کارها همه ما رهبران و مسئولان زینه‌های گوناگون دولتی صرف نظر از آن که در کدام وظیفه کار میکنیم و تمام خدمتچیان دولتی مسئولیت شخصی داریم. صاحبکاران باننگ ناموس ما نیز باید در بابت تشکیل کارگاه و کارخانه‌های استحصالی برای هموطنانمان مهیا کردن جایهای نوی کاری، استحصال هرچی بیشتر مال و محصولات و در نوبت اول مواد غذایی، تأمینات بازار داخلی با مال و محصولات استحصال وطنی و افزایش دادن حجم صادرات مثل هر وقت تشبثکار و پیشصف و نمونه باشد. در این روند همه ما باید یک مسئله بسیار مهم را در نظر داشته باشیم که سالهای 2020-2021 از لحاظ اقتصادی و مالیوی دوره نهایت مرکب می شود. هموطنان عزیز، همه ما جشن نوروز بین المللی را در تمام شهر نایا تجلیل کردیم، خرسندی کردیم، استراحت کردیم. اکنون ضرور است که هر روز مساعد بهار را ثمرناک استفاده کرده روند سازندگی و بنیادکاری، کشت بهاری و دیگر کارهای کشاورزی را وسعت بخشیم. یعنی امروزها وقتی زحمت کشیدن یا اینکه کار کردن می باشد و ما نباید این روزهای مساعد را از دست دهیم. فراموش نباید کرد که اگر ما به ترس هراس و واهمه و تهلکه افتاده کار نکنیم، وضعیت خودمان را باز هم وزنین میکنیم و تلفات و زیانی چنین کار از خسارات بیماری کرونا ویروس بیشتر خواهد شد. یعنی ضرر ترس و واهمه از هر جهت از خود بیماری زیادتر شده باعث به وجود آمده قحطی و قیمتی و نقص میگردد و این به هر گونه کسلی های روحی و دیگر انسانیت را آورده میرساند. من بعضا رقم ها را به شما محترم اعضای مجلس ملی به خاطر به سهم شهروندان مملکت هموطنان عزیزمان میرسانم که اونها هم مقایسه کنند. در ظرف دو ماهی اولی همین وبا در دنیا 14,000 و از اول 144,000 وفات کرده است. اهمیت دادن در کار. از حساب شمالخوری در همین 2 ماه 69,602 نفر وفات کرده است. تبلرزه 140,584 نفر وفات کرده است در همین 2 ماه. خودکشی 153,000 زیادتر.
صدمه نقلیاتی 193,472 نفر، سپید 240,950 نفر، مایزدگی از همه جهات 350,431 نفر، سیگارت کشی 716,496 نفر، کسلی رگ یا یکی سرطان میگوییم در 2 ماه 1,177,000 نفر، در 1 سال قریب تا 30 میلیون وفات میکند. از کسلی سپید هم عیناً همین خیر. از زکام موسمی A, B, C آنچه که در محیط منطقه ما نیست است، از ماه سپتامبر تا اپریل هر سال تا 600,000 تلف می‌یابد. بیش از 100,000 معیوب می‌گردد، کر می‌شود، گنگ می‌شود، نابینا می‌شود. از پنیمونیا قریب 6 میلیون نفر در 1 سال وفات می‌کند. این برای رقم‌ها برای مردم و برای شما و برای مردم برای مقایسه کردنشان. در جمهوری تاجیکستان در 1 روز من اینا در یکی از جمع‌آبادها گفته بودم، همی شب روزا در 1 روز با طریق کسل و دیگر هر حادثه‌های صدموی و دیگر تا 150 نفر وفات میکند. در 1 ماه تا 3,200 تا 3,500. در 1 سال از 46 تا 47,000. معلومات مردم که در جهان چی حادثه و واقعه شده ایستاده است. خب در ما چی وضعیت است؟ برای معلومات باز تکرار را میکنم، بجای واهمه و تعلقه ما باید احتیاط باشیم و با مسئله تازگی و قاعده های بهداشتی جدی مناسبت نماییم. در حالی که در بعضی کشورها هر شبانه روز 600-800 نفر آدمان به هلاکت رسیده ایستادند، بعضی هموطنان ما بر رعایت عادی ترین قاعده های بهداشتی یعنی گیگین شخصی و مصلحت و توصیه متخصصان بی‌پروایی ظاهر میکنند. این به ناخوشی آورده رساندنش ممکن است. کلاسالان یاد دارند که در مدت قریب 100 سال اخیر در حدود تاجیکستان امروزه بر اثر چندین نمودی وبا از جمله خلیر، آسپا، تیف و دیگر بیماری‌های صورتی آدمان زیاد تلف یافته، حتی دهه‌های کلان پره خالی یعنی بی آدم مانده بودند. پدر مادران ما، بابایان ما همین چیزها را به یاد داشتن، به ما نقل می‌کردند. مردم تاجیکستان در تاریخ نچندان دور خود نیز روزهای از این دشوار و سنگین جنگ تحمیلی شهروندی در داخل کشور، گریزان شدن صدها هزار نفر آدمان، گرسنگی، اینچنین پهشوی هر گونه بیماری‌های سیرایتی را از سر گذرانیدند. در نتیجه جنگ تحمیلی شهروندی بیش از 1 میلیون نفر شهروندان ما به کشورهای خارجی پناه بردند، یعنی گریزه اجباری شدند و زیاده از 150,000 نفر دیگر هلاک گردیدند. حالانکه در دوام قریب 7 سالی جنگ دوم جهان از تاجیکستان 300,000 نفر به جبهه رفته، 100,000 آنها هلاک شده بودند. یعنی شماره هلاک شدگان و زیان مادی و معنوی جنگ شهروندی از زمان جنگ دوم جهان بیشتر است. 50,000 کودک زیادتر از پدر و مادر خود محروم گشت. لیکن ما روزهای سخت و سنگینی از سر پدر و مادران خود گذشته را
زود فراموش میکنیم و حتی در بسیار موردها هزل میشماریم. علاوه بر این خاطر نشان می‌نماید که ما باید از معرکه های زیادتی و خراجات بیهوده خودداری کنیم، به اسرافکاری خصوصا اسراف نان و دیگر مواد غذایی قطعا خاتمه بخشیم و به مسئله صرفه سرشتکاری هرچی بهتر با غذای با صفت تأمین نمودن عائله خود و فراهم آوردن شرایط خوب زندگی به اعتنایی نکنیم و فراموش نسازیم که زیاده روی و ظاهر پرستی و اسرافکاری باعث کسادی و ناخوشی روزگار هر یک خاندان می‌گردد. متاسفانه بعضی شخصان در جامعه ما عذاب و محرومیت و مشکلات و مشقت‌های سالهای 90 علاوه خصوص عذاب بینانی و گرسنگی را فراموش کردند و ناشکری می‌کنند. تکرارا تاکید می‌نمایم که هنوز هم بعضی شخصان منصبدار، صاحبکاران، خادمان دین و مادران و بانوان محترم ما به زیاده روی، اسرافکاری و ظاهر پرستی و تشکیل معرکه‌های بیهوده و زیادتی راه می‌دهند. وابسته به این تاکید می‌نمایم که پروکراتورای گنرالی، دیگر مقامات حفظی حقوق، نمایندگان حکومت در محل‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های شهرک و دهات، مسئولان و اعضای کمیسیه‌های جمعیتی، فعالان و جامعه شهروندی دایر بر رعایت مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تدبیرهای قطعی علاوه گیرنده شد. با استفاده از منبر مقام عالی قانونگذار پیشنهاد می‌نمایم که ساختار و مقامات دخلدار دایر به پرزور کردن جوابگری مأموری، یعنی بلند برداشتن معیار جریمه برای ویران کردن طلبات قانون ذکر شده چاره‌جویی نمایند. از نو دیده برآمدن نکرد. اینچنین جریان اجرای دیگر قانون و قرارها و امر و فرمانهای رهبر دولت را تحت نظارت جدی قرار داده اجرای حتمی آنها را تأمین نمایند. علاوه بر این ما را ضرور است که موافق دستور و توصیه های متقاعدان عمل نماییم. به تازگی منزل اقامتی، یعنی خانه و در خود محل زیست، رعایت طرز حیات سالم، قاعده های بهداشتی و ضد سیاحتی اعتبار فوق‌العاده دهیم و با همین راه هم خودمان و هم دیگران را از این خطر ایمن داریم. بار دیگر تاکید می سازم که سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست. وابسته به وضع به عمل آمده به شخصان از 65 ساله بالا توصیه داده می شود که یک وقتی معین بدون ضرورت از خانه دور نروند، همراه اهل عائله خود باشند و آنها را سروری کنند. ما قریب 4 ماه را پس سر کردیم و باید با صبر و تحمل اقلا ماه‌های اپریل و می را نیز تیج و آرام گذرانیم. دیگر اینکه زندگی مبارزه است و در این مبارزه کسی دست بالا می شود که عقل و ذکاوت خود را به کار می برد، علل خصوص در دوره‌های حساس و وزین سعی و تلاش بیشتر به خرج می دهد، زحمت کشیده اهل عائله خویش و مردم را با مواد غذایی تأمین می کند. صرفه و سرشتکاری، صبر و تحمل و آرامی و تمکین را بیشتر رعایت می نماید. حالا در کشور تحت رهبری سروزیر مملکت ستاد جمهوری هر روز وضع جاری را وابسته به تدبیرهای تأمین بی‌خطری سلامتی شهروندان، چاره‌های پیشگیری کننده، تأمینات با آذوقه‌واری، دارواری و دیگر مسائل بررسی کرده ایستاده است.
علاوه بر این نمایندگان حکومت و دستگاه اجرایی پرزیدنت با همه شهرنایا سفربر شدند که آنها یکجا با رهبران ساختار و مقامات محلی با کارهای فرماندهی و تشکیلی و پیشگیری کننده مشغول است. وضع امروزه منطقه و جهان ما را وادار می سازد که بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشیم. برای پایداری صلح و ثبات، امنیت دولت، آرامی جامعه و پیشرفت استوار اقتصادی و اجتماعی کشورمان تمام امکانات و نیروی موجوده خود را سفربر نماییم. ما از دشواری‌های موقتی نباید هراسیم، سلامتی خود و نزدیکانمان را احتیاط کنیم، تشبثکار و سرور، متحد و سرجم نسبت به همدیگر غمخوار و مهربان باشیم و در همه حالتهای دشوار و وزین یکدیگر را دستگیری نماییم. ما من بعد نیز همکاری های سودمند را در این جاده با کشورهای جهان پیش از همه با همسایه های نزدیک خود، شریکان استراتژی و سازمان های با نفوذ بین المللی و منطقوی ادامه و گسترش میدیم. وابسته به این سیاست اقتصادی و راه های عملی سازی آن با در نظر داشت حالت کنونی منطقه و جهان، دیگرگونی های در مناسبت های بین المللی و بین دولتی با وجود آمده راه اندازی شده. برنامه های اقتصادی و اجتماعی در اساس منفعت های کشورمان طرحریزی و اجرای آنها تامین کرده می شود. برای هرچی بیشتر پیوستن به اقتصاد جهانی، استفاده از تکنیک و تکنولوژی های پیشرفته و در این زمینه تامین کردن رشد اقتصاد ملی ما را ضرور است که برای باصفت و به طلبات زمان معاصر جوابگو گردانیدن قانونها منتظم چاره‌جویی نماییم. با مقصد وسعت بیشتر کارهای سازندگی و بنیادکاری و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، همکاری مجلس ملی با طبقه های مختلف جامعه، حزب های سیاسی و جامعه شهروندی باید باز هم توسعه بخشیده شد. ما نقش مجلس ملی را در تحکیم صلح و ثبات، وحدت و یگانگی، قانونیت و ترتیبات، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و بهداشت فضای حقوقی کشور نظر رس ارزیابی می‌کنیم. امید است که هیئت نوی مجلس ملی نیز با استفاده از دانش و تجربه خود در این سمت کوشش بیشتر انجام می‌دهد. در این جاده اعضای مجلس ملی بخصوص رئیسان ولایت‌ها و شهرنایه‌ها با در نظر داشت مسئله و مشکلات موجوده، جهت حل آنها و دیگر مسائل زندگی مردم باید به قانونگذاری کشور دیگرگونی‌ها پیشنهاد کنند و در فعالیت روزه خود در این سمت نیز سهمگذار باشند. علاوه بر این اعضای مجلس ملی باید به مسئله تأمین رعایت طلبات کنستیتوسیون، قانونها و دیگر سندها، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند اعتبار جدی دهند، با مردم از نزدیک همکاری کنند و در حل مشکلات آنها کمک رسانند. همچنین برای دستت بلند تشکیلی و سیاسی و سزاوار گذرانیدن جشن بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلالیت دولتی ما باید تمام تدبیرهای ضروری را عملی سازیم. در این سمت رئیسان ولایت‌ها و شهرنایه‌ها در همکاری با صاحبکاران و تاجران و ساکنان پیشکار و سازنده تمام سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن شهر و دهات تاجیکستان عزیز سفربر نمایند. باور دارم که شما اعضای مجلس ملی صلاحیت و وکالت، دانش و مهارت و نیروی خود را در راه عملی نمودن هدفهای عالی ملی و دولتی روانه می سازید
در تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلالمان، پیشرفت آبادی وطن عزیزمان و به سطح شایسته رسانیدن زندگی مردمی شریف تاجیکستان حصه ارزنده بگذارید. رهبریت نوی مجلس ملی، رئیس و معاونان این مقام عالی نمایندگی و قانونبرار که مردم با آنها باور کرده است در این جاده مسئولیتی دهشت دارند و وظیفه دارند که در کارهای سازندگی و بنیادکاری مخصوصا در آبادی پایتخت مملکت شهر دوشنبه پیش صف و تشبثکار باشند. شما باید پیش از همه در اجرای وظیفه های خدمتی خود نمونه عبرت باشید. در این راه و هر یکی شما برای کامیابی آرزو می نمایند. صحتمند و سربلند باشید.